درود دوستان، من وحید هستم. بیش از 8 ساله که در شهر استراسبورگ در فرانسه زندگی میکنم و امروز میخوام براتون در مورد پیدا کردن خونه به خصوص برای دانشجویان در شهر استراسبورگ صحبت کنم. با من در ادامه ویدیو همراه باشید. خب دوستان، من از تجربه خودم بخوام شروع کنم، من به محض اینکه رسیدم استراسبورگ فوراً رفتم خوابگاه دولتی در فرانسه هست که اسمش کروزه. اگر بچه که در فرانسه باشن قطعا میشناسن. اول اونجا یه اتاق ساده دیدم که 9 متری بود، ولی دستشویی همون و آشپزخونه مشترک بود که اگر اشتباه نکنم فکر میکنم حدود 200 بین 200 تا 250 رو مبلغش الان تو ذهنم نیست اجارش بود، که البته بین 70 تا 80 یوروش کف برمیگردون. ولی من از اون اتاق خوشم نیومد، رفتم استودیوشو دیدم. استودیوش 18 متر بود با آشپزخونه و دستشویی همون، طبیعتاً همه چی تو استودیو بود و اون اگر اشتباه نکنم، ولی قیمتش الان دقیق یادم نیست ولی حدودی بتونم بگم، قیمتش فکر میکنم بود 410 یورو. 410 یورو با اینترنت و با گاز و با برق و همه چی شامل این اجاره میشد. و اونجا من حدود 2 ماه موندم، ولی به خاطر مشکل آب گرم کنش که اصلا نمیتونستم اون برم، تصمیم گرفتم اونجا رو عوض کنم و بعدش رفتم در واقع میشه گفت یک شهر دیگه که چسبیده به استراسبورگ ولی یه شهر دیگه حساب میشه به نام ایلکیرش. رفتم اونجا یه خوابگاه خصوصی بود و اونجا هم استودیو 18 متری بود و اونجا دیگه این مشکل آب گرم کن نداشتم و خیلی جاش خوب بود. اونجا هم اگر اشتباه نکنم فکر میکنم ماهی 450 یورو مبلغ اجارهش، واقعا الان یادم نیست. و اونجا هم فکر میکنم حدود بیشتر از 200 یوروش کف برمیگردون. حدود 4-5 ماه اگه اشتباه نکنم اونجا موندم و اونجا خوبیش این بود که اون موقع ضامن و اینا هم ازمون نمیخواستن. و بعد از اون داستان چون خیلی دور بود و من چون دانشجوی دانشگاه حقوق بودم و البته با قطار مسیرش خیلی طولانی نبود، با قطار حدود 20 تا 25 دقیقه طول می‌کشید، ولی چون دور بود و من عاشق اون محوطه دانشگاه و مرکز شهر استراسبورگ بودم، تصمیم گرفتم دوباره بیام همون نزدیک دانشگاه، نزدیک فاکولته دو دروا یا دانشکده حقوق خونه پیدا کنم و به این دلیل از اونجا هم بلند شدم. دقیقاً تابستون، یعنی ماه ژوئن 2018 بود که از ایلکیرش دیگه قراردادم رو به اصطلاح فسخ کردم و اومدم نزدیک محله اسمت که محله دانشگاه و دانشکده حقوق هم اونجاست. اونجا دنبال خونه گشتم که یه خیابونی هست به نام قود و قم، نه اون قم ایران، در واقع روم هست که خب تلفظ فرانسویش میشه قم. اونجا تونستم توی یکی از ساختمونایی که اکثر واحداش بین 20 تا 25 متر، من طبقه آخر که یک واحدی بود 20 متری بود، اونجا تونستم پیدا کنم. و چون توی 3 ماه تعطیلی بین دانشگاه بود، صاحبخونا اون تایم برای اینکه خونهشون خالی نمونه معمولاً بدون ضامن هم قبول میکنن به یکی خونه بدن و منم شامل این موضوع شدم. یه خونه پیدا کردم که اونجا هم بود 450 یورو 20 متر، ولی خونهش به شدت افتضاح بود. از 20 متر حدود 10 مترش بالکن بود، طبقه آخرم بود پر پشه، هیچ شبی اصلا نمیتونستم بخوابم. حمامش و توالتش به شدت کوچیک بود، جوری که اصلا نمیتونستی خوب دوش بگیری، نمیتونستی خوب گلاب بروتون برید توالت کارتون انجام بدید. و این شد که از اونجا هم تصمیم گرفتم بلند شم بعد از 2 ماه. بعد از اون واقعا چون ضامن نداشتم، چون می‌بینید بعد از اون شده بود نزدیک سپتامبر، نزدیک باز شدن دانشگاه است، تقاضا بسیار زیاده و به خاطر همین حتما باید یا یک پول خوبی داشته باشی یا حتما باید ضامن داشته باشی. من متأسفانه نه پول داشتم، نه کار داشتم و نه ضامن داشتم و واقعا خیلی دوران استرسایی بود. و به خاطر همین به یکی از ایرانیایی که اینجا خونه داشت تونستم از اون یه اتستاسیون بگیرم که برم ویزامو تمدید کنم، که بعداً متاسفانه متوجه شدم که
من یادمه که به ایشون گفتم که میخوام برم برای پرفکتور و برای تمدید ویزا اقدام کنم، ولی مثل که ایشون خوب متوجه نشدن یا من خوب توضیح ندادم و بعداً برام یه مشکل کوچیکی درست کرد. گفت چرا با خونه من این کارو کردی؟ من نمیخواستم این کارو کنم و اینا. و خلاصه اون مشکل خوشبختانه به خیر گذشت و من تونستم برم توی یه محله است به اسم قبخسو که هم نزدیک پارلمان اروپا میشه، یه خونه شخصی بده کنم. خونهش خیلی عالی بود، یک پیرمرد فرانسوی بود که خیلی آدم خوش اخلاقی بود و قبول کرد بدون ضامن به من خونه بده. یه خونه بود تقریبا حدود 45 متر بود، طبقه آخر زیر شیربونی، که من اونجا ماهی 550 یورو باید اجاره میدادم بدون پول برق، بدون پول اینترنت. ولی مشکلی که اونجا داشت، اونجا هم حدود فکر میکنم حدود 7-8 ماه اونجا موندم و دوباره از اونجا بلند شدم. دلیلش هم این بود که اونجا به این خاطر که مصرف برقش به شدت زیاد بود. من یادم برای یه دوره 2 ماهه بین ژانویه تا اوایل مارس برای یه 2 ماه فقط 580 یورو پول برق دادم و اون موقع هنوز کار پیدا نکرده بودم و از اونجا شد که باز دوباره من تصمیم گرفتم از اونجا بعد از 7-8 ماه اسباب کشی کنم، چون این پول برقش واقعا خیلی روی اعصاب بود و من واقعا نمیتونستم اونجا برم. و یک اتفاق بعدی هم تو این موعد برام افتاد که در ویدیو بعدی حتما براتون توضیح میدم که امیدوارم این اتفاق برای شما نیفته. و این باعث شد که من اونجا بلند بشم و خوشبختانه تو اون مدت تونستم یک دوست فرانسوی خیلی به قول فرانسوی‌ها ژانتی یا مهربون پیدا کنم که قبول کرد ضامن من بشه و به لطف ایشون من تونستم دوباره برگردم خوابگاه کروز که نزدیک دانشگاه بود. اونجا تونستم یک استودیو 24 متری که واقعا هم نزدیک دانشگاه بود هم محلش خیلی خوب بود، اونجا تونستم اونجا رو با ماهی 450 یورو اگه اشتباه نکنم اونجا رو اجاره کنم که حدود 170 یوروش کف برمیگردون. تونستم به مدت 2 سال اگر اشتباه نکنم 2 سال یا 3 سال اونجا بمونم و بعد از 3 سال دیگه کروز اتوماتیک به من ایمیل زد که شما این لیمیت یا محدودیت استفاده از خوابگاه دولتیتون پر شده و دیگه باید بلند شید و من بعد از 3 سال مجبور شدم دوباره از اونجا بلند شم و از اونجا هم اساس کشی کردم و بلند شدم. خب دوستان، در این قسمت قصد دارم برای شما در مورد پیدا کردن خوابگاه دانشجویی به خصوص دوستانی که از ایران قصد دارن بیان فرانسه صحبت کنم، ولی دوستم که امروز منو همراهی کرده اطلاعاتش در این زمینه بیشتره. دوستم دامون میاد و برای شما در این مورد صحبت میکنه. سلام دوستان، من دامون هستم. از سال 2018 توی شهر استراسبورگ زندگی میکنم. من با ویزای دانشجویی وارد فرانسه شدم و از همون بدو ورود توی خوابگاه دانشجویی تا به امروز زندگی میکنم. من فکر کنم مسئله که خیلی مهم باشه برای دوستان مخصوصا از ایران که اقدام میکنن برای پیدا کردن خوابگاه، بحث پیدا کردن یک خوابگاه با قیمت مناسب و اینکه بتونن که یک ضامنم در واقع پیدا کنن. تو فرانسه خب دوستانی که پایین زیر 30 سال سن دارن از طریق سایت ویزل که یه سایتی مربوط به خود دولت فرانسه میتونن در عرض 1 الی 3 روز برگه گرانتشون رو از خود دولت فرانسه دریافت کنن که برای خوابگاه دانشجویی و حتی جاهای خصوصی هم قابل اعتبار هست. حالا با توجه به این مواردی که بهتون توضیح میدم، از ایران شما میتونید برای یک سری خوابگاهایی که توی شهر استراسبورگ هستن و مبلغ اجاره استودیوها و اتاقاشون زیر 500 یورو هست، من بهتون این خوابگاه ها رو بهتون معرفی کنم. یکی از این خوابگاه ها که در منطقه مرکزی شهر هست به اسم لکنوپه، خوابگاهی هست که شما با همون گرانت ویزل که از طریق سایت میتونید درخواست بدین این خوابگاه رو رزرو کنید برای شروع سال تحصیلی جدید و قیمتش هم حدود 500 یورو هست به همراه امکانات کامل، سالن ورزشی، اتاقای مجهز به امکانات کلی مثل یخچال، فریزر و دسترسی راحت از طریق ترام به دانشگاه استراسبورگ. این خوابگاه رو از طریق سایتش میتونید رزرو کنید و تمام مدارکتون رو میتونید از طریق سایت آپلود کنید و مورد بررسی قرار میگیره. خوابگاه دیگه خوابگاه کلرمن هست که در منطقه قیوتوال هست.
اون هم قیمتش بین 500 تا 550 یورو بستگی به قیمت اتاق و متراژش داره که نیاز به در واقع از طریق گرانت ویزا شما میتونید خوابگاه رو رزرو کنید. دوستان در مورد بحث ضامن دو مورد وجود داره. این که اگه خب شما زیر 30 سال باشین که از طریق سایت ویزا میتونید درخواست بدید. برای دوستان عزیزانی که بالای 30 سال دارن میتونن در صورتی که قرارداد کاری پاره وقت توی فرانسه دارن، حالا چه CDD چه CDI، میتونن از طریق سایت گرانت می برای گرفتن ضامن اقدام کنند که مستلزم داشتن قرارداد کاری، مدرک حالا اقامتی که ویزاشون هست، از طریق خود سایت یه حساب کاربری ایجاد میکنن و مدارک رو داخل سایت میذارن و بعد از چند روز مدارک بررسی میشه و در صورت کامل بودن مدرک اون برگه ضامن برای شما ایمیل خواهد شد که شما میتونید برای خوابگاه خصوصی و خوابگاه دولتی مثل کروس استفاده کنید. برای دوستانی که حالا چنین موردی و قرارداد کاری ندارن و میخوان خونه شخصی اجاره کنن یا حتی خوابگاه، میتونن پول اجاره 6 ماه اول رو در صورت داشتن پرداخت کنن با موافقت صاحبخونه، چون خیلی موارد پیش اومده که طرف ضامن نداشته بالای 30 سال ولی با گفتگو و توافق دو طرفین مخصوصا صاحبخونه پول اجاره 3 ماه حتی یا 6 ماهو طرف پرداخت کرده دانشجو و صاحبخونه اون خونه یا اتاق و استودیو رو بهش داده و هیچ مشکلی هم پیش نیامد. چون معمولا شما وقتی اجاره رو به موقع پرداخت میکنید و بحث ضامن هم همینطور، صاحبخونه خب پول اجارهش رو میخواد ماهیانه دیگه و این مهمی که اون اعتماد بین دو طرفین حاصل بشه. و این مواردی که حالا بهتون گفتم باید ببینید که بستگی به شرط خودتون. اگه قرارداد کاری دارید که چه بالای 30 سال باشید چه زیر 30 سال میتونید طریق سایت اقدام کنید و در غیر این صورت اگه بتونید با صاحبخونه کنار بیاین و شرایطتون رو قبول کنه میتونید پول اجاره 3 الی 6 ماه رو یک جا به صاحبخونه پرداخت کنید. دوستان در مورد پیدا کردن خونه یا آپارتمان من یه سری موارد رو بهتون میخوام توضیح بدم امروز. این که خب چند راه وجود داره که بتونید خونه یا حالا استودیو شخصی پیدا کنید. توصیه من اینه که اگه میخواین این مسیر رو جلو برین اینه که از طریق بنگاه املاک شما اون خونه‌ای که مد نظرتون هست رو پیدا کنید. از این لحاظ میگم که شما وقتی که توی بنگاه قرارداد میبندیم هم بحث اعتبار قانونی پیدا میکنه و خیالتون جمع میشه اگه یک موردی پیش بیاد که لحاظ حالا مشکل داخل ساختمانی مشکل فنی ایجاد کنه، یه مشکل فنی به وجود بیاد، شما میتونید از طریق بنگاه و مشاور املاکی که قراردادو بستین خیلی سریعتر و قانونی این در واقع مشکل رو حل کنید. و مسئله این که توی سایت لوبونکوان که یه سایتی هست که برای خرید فروش ملک هست، برای پیدا کردن ماشین هست و همچنین برای اجاره خونه، خب قراردادها به صورت دستی نوشته میشه و اون اعتبار قرارداد از طریق بنگاه املاک رو نداره و خیلی موارد کلاهبرداری هم در این موارد پیش میاد. به خاطر همین شما اگه بتونید خونه یا استودیوتون از طریق ایموبیلیه که همون بنگاه املاک میشه پیدا کنید، اطمینان خاطر بیشتری دارید و فقط یه بحث هزینه کمیسیون هست مثل ایران که باید پرداخت کنید که معادل اجاره 1 ماه هست و اینکه اون پول در واقع کمیسیون که همون ودیعه خود ما میشه، رهن ما میشه، پیش صاحبخونه باقی میمونه تا زمانی که تو اون جا تو اون مکان هستین. و من به شخصه توصیه میکنم که برای پیدا کردن خونه حالا تو هر شهری که هستین تو فرانسه از این طریق اقدام کنید. دوستان هزینه‌ای که بنگاه املاک میگیره تحت عنوان کمیسیون یه مبلغیه که در واقع صاحب بنگاه املاک از شما میگیره و ودیعه پولیه که صاحبخونه
از شما میگیره به عنوان در واقع ضمانت که شما در صورتی که اون خونه رو بعد حالا هر مدتی بخواید اون خونه رو تخلیه کنید، اون پول به شما برگردونده میشه، ولی تحت شرایط خاصی. یعنی اگه شما معمولا اگه از طریق بنگاه املاک قرارداد بسته باشین، مشاور املاک یه روزی با شما هماهنگ میکنه تحت عنوان بازدید خونه که اتد و شامپ میشه، و اینکه اگه موردی باشه که شما به خونه آسیب زده باشید از پول ودیعه کم خواهد شد. ولی معمولا صاحبخونه در اکثر موارد اگه مشکل زیادی نباشه، یعنی منظورم خسارت خاصی نزده باشید، پول کامل بهتون برگردونده نمیشه. دوستان چند مورد رو میخواستم خدمتتون عرض کنم در مورد اتد و لیو. وقتی که شما یک استودیو یا خونه شخصی رو میگیرین، روزی که با مشاور املاک هماهنگ میکنین برای بازدید اون ملک، چند تا مورد هست که خیلی مهمه که دقت کنید. اگه خونه‌ای که در واقع اجاره میکنین قبلش یه فرد مستاجر قبلی بوده، ممکنه تو اون خونه یه سری موارد، یه سری مشکلات پیش اومده باشه، مثل حالا رطوبت دیوار و اینکه اون در واقع ترک‌خوردگی باشه، نمیدونم وضعیت دستشویی‌ها و توالت فرنگی، حمام. خیلی موارد دقت کنید که مشکل خاصی نداشته باشه از لحاظ حالا نشتی، چون اگه این موارد دقت نشه ممکنه بعداً، چون وقتی که این خونه رو میخواید ترک کنید موقع اتد و لیو جدید صاحبخونه به اینکه مشکل از شما بوده که مثلا به این قسمت خونه شما خسارت زدید و اگه شما دقت نکرده باشین از مبلغ اون ودیعه‌ای که دادین کم میشه. ولی حتما اون روزی که میرین اتد و لیو به همراه مشاور املاک، مواردی که از قبل خونه دچار مشکل بوده رو حتما تو اون برگه‌ای که مشاور املاک در واقع عبارت تیک میزنن دقت کنید که ببینین که چه مواردی رو خود مشاور املاک در واقع تو اون برگه قید میکنه که خیلی مهمه. و کلا برای خودتون دقت کنید که وضعیت آشپزخونه به چه شکل، لوله ها آیا مشکل ترک‌خوردگی دارن، نشت آب دارن ندارن. این مواردی هست که خیلی مهمه، مخصوصا دستشویی و توالت که لحاظ در واقع اینکه سالم باشن. مورد دیگه هم این که حتما انباری خونه هم چک کنید، جاشو بدونید، چون معمولا انباری ها اینجا شماره‌ای نداره. حتما مشاور املاک چک کنید و همچنین محلی که دوچرخه هست ببینید که آیا برای واحد شما مثلا جای مخصوصی هست، شماره‌ای هست، و اگه پارکینگ هم داره معمولا یه سری از آپارتمان‌ها خب شماره برای هر واحد آپارتمانی یه شماره هست، اونم حتما بپرسیم که خیلی مهمه. و اینکه در مورد هزینه مشاعات ساختمون از هم صاحبخونه هم مشاور املاک سوال کنید که بعداً در واقع اشتباهی پیش نیاد. و اینکه هزینه‌های شارژ هم خب همیشه دقت کنید توی قرارداد خونه که دقیقاً چه مواردی شامل شارژ میشه، چه مواردی نمیشه. معمولا تو فرانسه شما هزینه برق رو باید جداگانه بدین و همچنین اینترنت در واقع ثابت که باید شما برای برق در واقع با یک شرکت توزیع کننده برق که حالا توی فرانسه ODF، تو شهر استراسبورگ OS، در واقع باید قرارداد ببندید که خودتون باید در واقع این کارا رو انجام بدید. مورد دیگه‌ای که میمونه اینه که اگه خونه‌تون سرایدار داره، کنسیرژوری، مواردی که پیش میاد به مرور زمان، یعنی موارد شما میتونید اول به خود سرایدار بگین که اون مشکل رو در واقع بعضی موارد هست که خودشون ارجاع میدن به یه سری شرکت ها که در واقع هزینه‌شو اگه هزینه کلی باشه مربوط به ساختمون که در واقع خودتون باید پرداخت کنید، ولی هزینه جزئی اگه داخل واحد آپارتمان باشه باید با صاحبخونه در واقع صحبت کنید. حالا این موارد مهمی بود که من امروز خدمتتون توضیح دادم. خب دوستان، خیلی سپاسگزارم ازتون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و حتما اگر مواردی بوده که فکر میکنید براتون ابهام برانگیز بوده حتما کامنت بکنید. ما سعی میکنیم در ویدیوهای دیگه به این موضوعات
رسیدگی کنیم. تا ویدیو بعدی، بدرود.